کمونیتیون سخن وزیر صنعت و تکنولوژی هم شرکت گذاشته کنم. خدمت خصوصی کروم و سرمایه دوم وزیر انجمن میتونیم داوری بزرگ و مسئولیت وزیر کروم که 87 دانشجویان درگیری هویتی تشکیل شده کروم در راه عبودی و تمدن گریدن رو صورت میگیرد. در این مناسبت کل سوی کرومی و تندرستی کشور و همه شما حضورین محترم رو تبریک میگویم و در خوبیت ملتتون پروتکل‌های بی‌نظیر و پررو می‌دهم. محترم شیوچون میزین داور با اتحاد کشتن بین‌المللی یکی از مشکلات جدی فضای سوی کرومی در تاجیکستان این حقیقتی در تطبیق جایی‌سازی فناوری‌های موثر در بیزنس روندهای کرومی باشد. این زمان کارخانه‌های تجارتی محلی از جهت رقم‌سازی از بسیار کشورها متأسفانه عقیم مانده. مثلا در اکثر کشورها سویکار شرکت‌های تاریخ آنلاین ثبت کرده می‌توانند ادامه انداز گمرکی حسابات ناوسیلی یا حجت‌های انتخابی را آنلاین اشتراک بدهند. حتی طریق آنلاین با استفاده سوهای حضور الکترونی سویکار شرطنامه‌ای دارند. خود فرهنگی نوی که باید در کل حوزه سویکارانی موجود داشته باشد متأسفانه ما در این گری داریم و من فکر می‌کنم که در همجایی با اصولهای نوی که در دنیا و سلامتی خود رو نشان دادن می‌توانیم که فضای سرمایه‌گذاری و خود روند بیزنس و در تجارت و دولت جمهوری دیگران سودا رفاه‌پذیری سویکاری را در منطقه از جمهوری سویکاری وطنی تامین نمود. در رابطه با این میخوام قهرمانی که وزارت صنعت و تکنولوژی و کارهای رفتن قانونی و بحث بیزنس روندهای خود با تهیه سیستم‌های CRM و ERP از جمله معاملات الکترونی و ژورنال الکترونی قبول حسابات و غیره تهیه کردن استفاده است. من دوستان عزیز دکتر کروم شما در برنامه‌ای من دنیای بیزنس دنیای تجارت و آن روندهایی که در تجارت جهانی وجود دارد از ما تقاضا می‌کنند که همه این تکنولوژی‌هایی که در جهان موضوع خاص و معرفی کرده شده‌اند و آنها با آغاز شناسی پیدا نماییم و پیش از همه در بابت سازمان بودن ساختارهایی که می‌توانند آموزش این رو تشکیل کنند فکر می‌کنم ما می‌توانیم که موفق کردیم. متأسفانه این در 20 نفری که فقط سرتیفیکات گرفتند یک ناچیز است و من فکر می‌کنم که در این گروه باید با قدم‌های نظر از در حال این کشورها در سمت استثمارات نوعی و از کننده واریور و بسیاری رو گرمانده شده تشخص باز هم بیشتر سویکاران و سرمایه‌گذاران تقاضا می‌نماید. باید گفت که محصولات وطنی بسیاری رو گرمانده شده امروزها و معرفی نیاز دارد. خود این محصول مردی تاجیکستان و دیگر مورد بهترین توجه متأسفانه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی خیلی کم می‌شناسند و در این مورد موفق کردیم که چرا نظر از اندیشی تشکیل شده که نمایش موضوع استثمارکنندگان وطنی در نمایشگاه‌های بین‌المللی در حوزه و خارج کشور و تقویت اقتدار صادرکننده‌ها در رشد سرچشمه‌های سرمایه‌گذاری و خریداران مسئولیت می‌نماید. من خود فرهنگی خود مفکوره بیزنس و تجارت سویکاران رو ضرورت دارم. متأسفانه حتی در وقتی که ما باید خط می‌کنیم که در وقت خطا گذراندن ما بیست‌افراد نمایشگاه‌هایی که می‌بینیم خود سویکاران خیلی و خیلی هوسمندی هست نشون می‌دهند و این مفکوره‌ای که ما متأسفانه داریم از می‌بینیم که از اون نمایشگاه‌هایی که در دنیا می‌شوند نه فقط با شناس کردن خود ما وقتی ما می‌بینیم که تشکیل پیشرفته ما رو در اونجا شناس شده و در اینجا جاری مانده و من فکر می‌کنم که در اینجا ما باید خیلی کارهای نظر از کرده مفکوره‌ای که ما پیش از همه دیگر می‌بینیم. هر از این در جمهوری امکانات‌های زیادی برای رشد استحصال ما محصولات بلندصفت صنعتی افزایش دادن صادرات و پیدا کردن منابع سرور در بازار جهانی ما خدمت‌رسانی موجود می‌باشد. من یکی از نشان‌دهایی که همه وقت در نظر سرمایه دارد است و از ما نشان‌دهی خبر می‌کنم اما این مثلا است در نامه‌های امسال فقط از 15 مورد محصولاتی که در تاجیکستان واردات شده است و ما می‌توانیم اون رو در تاجیکستان استحصال کنیم زیرا بر اساس 10 میلیون دلار
بزرگ داخلی ما رو تامین کنیم و بالانسی اسپوری ما تصمیم می‌گیریم و اینچنین یک تجارت خیلی خوب است چون که در تجربه جهانی برای مثلا یک استثمار در این مملکت باشد در صفحه دیگر مشکل می‌کنه که می‌گم که برای خود شما باید بررسی کنید و بدونید که پتانسیل خیلی تمام است و مواقعی رو مثلا می‌گم هم مواقع محلیتون هم مواقعیتون هم شما می‌تونید با قدرت شریکی چند سال رو جمع شده این برنامه رو پیاده کنید. در صفحه داروسازی هم در ماها تقریبا 38 مراتب محصولات دارویی در جمهوری ترکستان زیاد درآمده است که این هم طلبات در درون عملی ایستگاه بزرگ ما است. ما فکر می‌کنیم که استثمارات محصولات دارویی که خیلی از جهت تامین خطری دولت و هم از جهت سلامتی مردم خیلی مهم است. سازمان بودن چنین شرکت‌هایی که بزرگ آماده است یعنی صدها میلیون دلار برای ما دارو می‌خرند. از ما ضرورت است که فقط هم مراحل داخلی و مراحل استفاده خروجی رو جلب کرده این موضوع رو خودمون ساده کنیم و تفاوت به خاطر مردم رو خودمون تامین کنیم. و اون رو اگر مثلا در جمهوری ترکستان جدا از 1600 نمودی محصولات دارویی هستند که در دنیا بی‌نظیر هستند. متأسفانه این مسائل هستند که توضیح تحلیل رو پیدا نکردیم و البته این وظیفه ماست که کاری کرده و مقصد خود رسد. از این لحاظ دوره نمودن و استفاده وسیع تکنولوژی موسیقی نماسانی برای ما روشن است که تثبیت سوی کرونا و قابلیت ایدئولوژی آن رو به صورت معمولی پورا فرا گرفتن حجم محصولات استثمار شده جوری نمودن اسطوره‌های موسیقی منیجمنت صفر تأسیس شبکه‌های الکترونی مرکزهای سرباز لوجستیکی راهاندازی کارگرها و امور اساسی به حساب می‌آید. دوباره محترمانه مسائل محترمانه اسباب که در جای دانشگاه و در نمایش تشکیلاتی بین‌المللی موجود است که اشتراک دارند. آن اشاره نمونه که ما خودی از یکم مقصدی که ما می‌توانیم مثلا نمایش‌های تشکیلاتی بین‌المللی موفق کنند بیش از آن باید ابلیتی بین‌المللی باشد. متأسفانه تو مجبوریت نشدن خودمون در نمی‌تونیم بودن یادی بنابراین باید یک پس اصلا ما وارد بشیم در دنیا در این دوران می‌توانستیم که بسیار مواقع رو جلب کنیم خودی بانکی اروپایی تشکیل روش تشکیلات بانک جهانی ایسی و دیگر رو آماده هستند که مواقع رو می‌توانستیم خود پروژه هم هستند و حتی یک جلب کردن یک شخصی که قدرتی تهیه کنندگان طبق تحصیلات‌های بالاخره مسابقات کارخانه برای یک مسئله است که ما رو فکر می‌کنیم که مبلغ زیاد رو جلب می‌کنه. این یک افکت کمیتی می‌تونه وقتی که ما عادی داریم همین مشکلات می‌تونه مبلغ رو و تجربه خود موجود کنیم. این خیلی مهمه یک خیلی واسه کلیدی است برای ما که ما محدوده وابسته خود رو در کاتالوگ ما کنیم که تجربه بین‌المللی شد. ما برای جلب استقامت پیش از نمایش کردن دو راه است. یک راهی که حضور گفتم که از جمله دانلو و مواقع متمرکز بودجه‌ای و راه دیگر البته مواقع اینستیتوت‌های مستقیم باشد برای که دوستان مستقیم وارد شوند و متأسفانه پیش از بیزنس نشه و اون حواسمندی این نوع شرایطی که پتانسیلی که در برای شما باید باشد برای اینو بهتر بگم اینو قرار دارد که من گفتم این بودن علاقه برای خلقی دویم بودن خیلی نقشه بیزنس نقشه تجارتی و حتی اون تئوری فیزیبیلیتی استادیش که میگن اگر اینا که عموما روشن قدم اول بشه و بعد این البته که جستجوی پیدا کردن اینوسترهای پتانسیلی خیلی آسان می‌کنه. سازمان و صنعتگران در فرجام برنامه شما برای تشکیل گروه کارخانه‌های استثماری و با جای کار